سرخط خبرهای مهم: افزایش شمار کردجویان در تاجیکستان، بی‌درک شدن باز یک جوان تاجیک در جنگ اوکراین. ترامپ گفت اوکراین باید انتخابات پرزیدنتی برگزار کند. روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید. دوام چند دقیقه بعدی شما را با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا می‌سازیم. امروز چهارشنبه 10 دکبر است. آژانسی آمار تاجیکستان میگوید ماه سپتامبر سال جاری در کشور به یک جای کاری خالی پیشنهاد شده 6 کارجو راست آمد. این در حالی است که در همین دوره سال گذشته به یک جای کار قریب 5 نفر راست می آمد. به اطلاع این نهاد تا آخر ماه سپتامبر امسال در جمهوری بیش از 88,000 کارجو به خرج گرفته شدند که نسبت به همین دوره سال گذشته 16.1% زیاد بوده است. تنها در ماه سپتامبر زیاده از 11,000 شهروند برای مساعدت به شغل مراجعت کردند. این نشان دهنده در مقایسه با سال گذشته 24.5% افزوده است. قسم زیادی مراجعت کنندگان زنان بودند. به اطلاع آژانسی تا آخر ماه سپتامبر کارخانه و تشکیلات ها همگی 14,600 جای کاری خالی پیشنهاد کردند که 9.2% کمتر نسبت به سال گذشته بوده است. بنا به آمار اهالی تاجیکستان سالانه تا 200,000 نفر می افزاید و 70% اهالی بیشتر از 10 میلیون نفره کشور جوانانند. به سبب بیکاری و یا آموزش کم سالانه صدها هزار نفر ساکنان کشور برای کار و زندگی به روسیه می روند. روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیک گلی زرد یا زرد و گلی دولتعلیونا در 62 سالگی درگذشته است. در این باره چندی از دوستان و مخلصان ایجادیات او روز 9 دکبر در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند. گلی زرد در آثارش بیشتر سرنوشت زنان را به تصویر می‌گرفت و از حقوق بانوان دفاع می‌کرد. در سال 2018 او را برای کتاب بادام شیریندانه از عضویت در اتفاق نویسندگان تاجیکستان محروم کردند. شروع نثر و نقد ادبی اتفاق نویسندگان آن وقت گفته بود گلی زرد در قصه هایش عشق بداخلاقانه را ترغیب کرده ذوق استتیکی و اتیکی خوانندگان را کاهش داده است. خود گلی زرد آن زمان به رادیو آزادی گفته بود حکایه های او در حال مورد تحلیل قرار گرفتند که او از سیاست رهبران اتفاق نویسندگان انتقاد و استعفای آنها را طلب کرد. گلی زرد در سال 2020 در یک از برنامه‌های گپ آزادی رادیو آزادی شرکت کرده گفته بود که در آینده باید زن رئیس جمهوری تاجیکستان انتخاب شود. نویسنده و روزنامه‌نگار سالهای اخیر اندیشه‌هایش را در شبکه‌های اجتماعی نشر می‌کرد. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با پالیتیکا گفته است که اوکراین باید انتخابات پرزیدنتی برگزار کند. دونالد ترامپ گفته است آنها مدت دراز انتخابات نداشتند و افزود آنها درباره دموکراسی گپ میزنند اما به سمت حرکت دارند که دیگر دموکراسی نخواهد بود. پرزیدنت آمریکا در صورت برگزار شدن انتخابات احتمالی پیروزی زلنسکی را استثنا نکرده است. ترامپ قبلا نیز به انتخابات در اوکراین دعوت کرده حتی پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی را دیکتاتور نامیده بود ولی بعداً این اظهارات را تکرار نکرد. مهلت ریاست زلنسکی سال گذشته به آخر رسید اما طبق قانون او تا برگزاری انتخابات نو در مقامش خواهد ماند. با سبب هجوم روسیه از ماه فوریه سال 2022 در اوکراین وضعیت نظامی جاری شده است. نزدیکان یک زندانی تاجیکی در روسیه ادای جزا می‌کرد از بی‌درک شدن او در اوکراین خبر دادند. جهانگیر پولادوف یک زاده 32 ساله تاجیکستان که به گفته خویشاوندانش میبایست بعد از 3 ماه به وطن برمیگشت پیش از ناپدید شدنش به نزدیکانش درباره بستن شرطنامه رفتن به جنگ خبر داده است. برای یوسفی گزارش می‌دهد. جهانگیر پولادوف یک شهروند تاجیکستان در جنگ ضد اوکراین بی‌درک شده است. با گفته نزدیکانش جهانگیر 32 ساله را هنوز هنگام ادای جزا در مؤسسه اصلاحی ولایت ولادیمیر به صف نیروهای روسیه جلب کرده از آنجا به جنگ در ضد اوکراین روان کردند. من به کماندیرش زنگ زدم. آنها گفتند که هیچ کمکی کرده نمیتوانیم و یگان معلوماتی نداریم. به وزارت مدافع این کشور زنگ زدم. آنها هم گفتند که به نام و نشان گم شده است. منوچهر نقل کرد که تا انجام مهلت جزای برادرش همگی 3 ماه مانده بود و او میبایست ماه اکتبر آزاد میشد. اما آخر ماه ایول جهانگیر به آنها زنگ زده خبر داده است مجبور شد شرطنامه را امضا کند. منوچهر باور دارد که برادرش تحت شکنجه به جنگ رفته است. او میگوید در یکی از تماس‌ها جهانگیر اشک چشمش را داشته نتوانسته به این کار اقرار گشته است.
дар яке аз паёмҳои видеояш ҷаҳонгир Пулодов гуфтааст, ки дар як полигон қарор дорад ва алоқа дар ин ҷо мушкил аст. صبح ساعت 4 برآمدیم تا حالا راه می رویم. گفتن شاید ساعت 12 به خانه برگردیم. همینطور در این پلیگون سرگردانیم. در اینجا علاقه خیلی بد است برادر. تو می نویسی اما من جواب دادن نمی توانم چون در پلیگون علاقه قطع می شود و بالای تپه می برایم کمی می آید. پایان می فرایم تماما ناپدید می شود. همین خیلی است وضع. дар паёми охирини видеоӣ ӯ ба бародараш хабар додааст, ки рӯзҳои наздик онҳоро ба ҷанг ворид мекунанд. برادر من به تو نصف روزه خبر می دهم. احتمال 9 یا 10 روان کنند. خلاصه هیچ کس هیچ چیز را نمی داند. من به تو بعد انیق می گویم. حاضر ما می گردیم همین کار و وظیفه‌های نو را می آموزیم. فهمیدی برادر؟ ба гуфтаи Манучер, бародараш ба қисми низомии 11740 фиристода шуда буд, ки ба бригадаи мотопиёдагарди 164 тааллуқ дорад. кори ин қисм ҳамла будааст. бародари Ҷаҳонгир ҳадс мезанад, ки шояд вай дар ҷанг захмӣ шуда бошад, зеро ҳамаи талошҳояш барои дарёфти маълумот нисбати ӯ бенатиҷа буданд. ҳамхизматҳояш мегӯянд, ки 5 нафари онҳоро барои вазифа равон карда буданд. 4 нафар ҳамхизматҳояшон баргаштанд. ҳамаи онҳо тоҷик буданд ва ман нақл карданд, ки гӯё ба Ҷаҳонгир дрон ҳамла кардааст. ӯ афтидааст ва ҳамхизматаш ратсияи ӯро гирифтааст. баъд аз чанд рӯз онҳо ба ҷои ҳодиса баргашта диданд, ки на ҷасаду на устухони аз вай намонда буд. шумори дақиқи тоҷикистонёне, ки аз тарафи Русия дар ҷанги зидди Украина иштирок мекунанд, нашр намешавад. ҳабибулло воҳидзода, додистони кулли Тоҷикистон, дар моҳи август гуфта буд, ки чунин омор мавҷуд нест. вале тарҳи давлатии «Зистан мехоҳам» дар Украина моҳи майи соли ҷорӣ номи 931 зодаи Тоҷикистонро нашр кард, ки аз ҷониби Русия дар ҷанги зидди ин кишвар иштирок доранд. ҳамин тарҳ дар моҳи сентябр рӯйхати 446 зодаи Тоҷикистонро нашр кард, ки дар ҷанги Украина кушта шуданд. бо вуҷуди он ки ширкат дар ҷангҳои бегона дар Тоҷикистон ҷазо дорад, то ҳол дар ин робита ягон парвандаи ҷиноӣ боз нашудааст. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه‌ترین اخبار، گزارش‌های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. مقامات پلیس دوشنبه از بازداشت 2 نفره خبر دادند که با پوشیدن لباس نظامی خود را کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی معرفی می‌کردند و ساکنان پول می‌ستاندند. ریاست کارهای داخلی در شهر دوشنبه از بازداشت شده‌ها شریفزاده عبدالجبار و جورخانوف جمعخان نام برده گفته است که آنها به قلابی گمانبر می‌شوند. نظر این نفران در رابطه با گفته‌های پلیس دوشنبه معلوم نیست. مقامات میگویند فعلا نسبت به دستگیر شده‌ها پرونده جنایی آغاز شده، تفتیشات ادامه دارد. ماه‌های اخیر خبرها از بازداشت کارمندان قلبکی پلیس زیاد رسانه‌ای می‌گردد. 2 هفته قبل وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در برنامه تحلیلی خود از بازداشت 3 نفر گزارش داد که آنها شبانه به راه برآمده خود را کارمند مقامات حفظ حقوق معرفی می‌کردند و رانندگان را منع کرده در صورت دریافت کمبودی دست به تمجوی می‌زدند. و در بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای 10 دکبر خبر می‌دهیم. 10 دکبر روز جهانی حقوق انسان است. فعالان حقوق میگویند این مسئله در تاجیکستان صاحب استقلال بسیار مهم شده. مفهوم حقوق و آزادی‌های شهروندی مثل آزادی بیان، آزادی اعتقاد، آزادی‌های سیاسی تا رفت اهمیت بیشتر کسب می‌کنند. سازمان‌های حامی حقوق تاجیکستان را برای محدود کردن حقوق شهروندی، دخالت افزاینده به حیات شخصی انسان و هم افزایش شمار زندانی‌های سیاسی انتقاد می‌کنند. حکومت میگوید که قانون‌های تاجیکستان همه حقوق و آزادی‌ها را فراهم کرده است. 10 دکبر سال 2012 تاجیکستان عضو سازمان تجارت جهانی شد که از نظر مقامات این کشور یک حادثه تاریخی گردید. عضویت در این سازمان بین المللی معامله‌های برابر حقوق با کشورهای دیگر را در عرصه تجارت و اقتصاد تنظیم می‌کند. این عضویت قرار بود تاجیکستان را به حیث یک کشور مورد نظر سرمایه‌گذاران خارجی دلپذیر می‌گرداند.
ولی به قول تحلیلگران وجود فساد، اندازهای بلند، مونوپولی اقتصاد از جانب گروه‌های منفعت‌دار نزدیک به حکومت و نبود شفافیت مانع رشد اقتصادی این کشور شده است. با قرار سازمان ملل متحد 10 دکبر روز جهانی فوتبال اعلان شده است. در تاجیکستان هم این یکی از نوع‌های بسیار محبوب ورزش به شمار می‌رود. در عهد شوروی این جمهوری با تیم ملی پامیرش افتخار می‌کرد که توانست به لیگ عالی SSSR شامل شود. در دوره استقلالیت هم ده‌ها کلوب خرد و بزرگ فوتبال تأسیس شد، ولی اکثر آنها از کمبود مبلغ‌گذاری و شرایط کار و مشق اذیت می‌شوند. بانک ملی صبح امروز قرب اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی برابر است به 117 سومونی، 100 یورو به 1074 سومونی و 100 دلار 923 سومونی مقرر شده است. بینندگان عزیز، شما نویده بامدادی را تماشا کردید. اخبار از این بیشتر را در سامانه و صفحه‌های اجتماعی رادیو آزادی پیدا نمایید. تا فردا در همین وقت و ساعت، خدا نگهدار.